خیلی خوش اومدید به ویدیوی من. اگه این ویدیوی اولتونه که دارید نگاه میکنید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و از چنل من حمایت کنید. من علیرضا هم انیمیشن سازم و خب چند وقت نبودم. کجا بودم؟ یه ویدیو گرفتم آرزوهای تخمی که دارم. خب حاجی آرزوان که گفتم دارمشم. خب چند وقت نبودم. چی شد که نبودم؟ اول از همه بگم آقا من عینکی شدم. عینک ندادم خیلی سخته برام. یه لحظه آخیش 75 صدم این چشممه، چش راستم 75 صدم، آستیگماتیه، این یکی هم 50 صدمه. ولی باور کنید وقتی عینک رو برمیدارم، خب مثلا یه ساعت 2 ساعت با عینک دیدم، عینک رو برمیدارم مثلا دهنم سرویس میشه. چند وقت نبودم. چی شد که نبودم؟ اول از همه بگم که من وسواس دارم. رفتم تو خیابون، بعد یه گربه بود، نمیدونم سگ بود چی بود، دست زدم بهش. بعد دست زدم به گوشیم. بعد اینطوری شد که گفتم حاجی بذار گوشیه بشورم. سوخت. 8 تومن رفت تو خرج. منم مجبور شدم برم سر کار و 8 تومن رفت تو خرج. گوشیم A24. آره A24. منم مجبور شدم برم سر کار و باید بگم آقا گوشیم سوخت. همین باعث شد که من برم سر کار و چیزایی که تو این بود و خط بزنم. رفتم کار کردم، 8 تومن گوشیم درست کردم. از هم مهمتر عمو خریدم. قرار بود برم وایلسشو بگیرم، یعنی عشق من بود برم یه قلم نوری وایلس بگیرم، بعد با اون بیام انیمیشن، بعد فریم بای فریم. بهتون بگم من اینو گرفتم تا چند وقت انیمیشن ها خیلی ضعیفتر از این چیزن که الان میذارم، ولی واقعا دارم تمرین میکنم. خیلی وقت نیست اینو گرفتم، من یه روزه که این هستم و هی دارم باش تمرین میکنم و 24 باش دارم طرح میزنم، از سر کار میام دارم با این کار میکنم و فقط دارم سعی میکنم که یه چیز واسه ارائه داشته باشم. یه اموریه بذاریم کنار. رفتم من سر کار، بعد یه دوره 25 روزه میرم سر کار و اینا. سر کارم نه مثلا که بگم خب من الان طراحم برم طراحی کار کنم، نه اصلا اونجوری نبود. مجبور شدم برم کارگری چون من پول نقد میخواستم، پول آنی میخواستم. طراحی مثلا اونطوری بود که آقا باید تو تا سر ماه وایسی، من وقتشو نداشتم. پس مجبور شدم چیکار کنم؟ برم کارگری سر زمین. چه کار شیرینی. ساعت 3 از خواب بیدار می شدم، بعد تا ساعت 4 خودم رو آماده می کردم. ماشین می اومد منو می برد دیگه، کار می کردم. دوام کار تعطیل می شد، سوار ماشین می شدیم و می اومدیم واسه خونه. بچه‌ای که رفتن میدونن خیلی سخته. من الان اون سرمو به خاطر اون کوتاه کردم. گرد و خاک نشست رو اون سرم، نمیدونم بهداشته افتضاح، خیلی بد بود. بار اولم نیست که میرم کار، ولی چند وقت نرفتم سر کار و الان با این دیدگاه رفتم سر کار. یه خورده کاره از نظر من واقعا مزخرف بود. مثلا تو ماشین نشسته بودم میخوابیدم ساعت 3 صبح، سگ بزنی خواب بیدار نمیشه، من بیدار بودم. مثلا تو ماشین ساعت 4 که من میرفتم میخوابیدم، مثلا 2 تا معتاد پشت سرم داشتن هروئین میکشیدن. بعد من بلند شدم میگم تو دیگه کی هستی؟ گم شو برو برو کش اسکل. گفتم یاد پیش رو. واقعا خیلی مزخرف بود. بوخور شدم از اونجا، دهنم سرویس شد واقعا. خب این که رفتم سر کار چه مزیتایی واسم داشت. 12 ساعت که سر کار بودم و اینا، کلا 12 ساعت از طول روزم حساب نمیشد. از این 12 ساعت 8 ساعتش رو خواب بودم. 12 به اضافه 8 4 8 ساعت دیگهش میموند. 8 ساعتش دور 4 ساعتش با رفیقام بیرون بودم و بقیهش خونه بودم. اون 4 ساعته هم 1-2 ساعتش نهار و شام و اینا بود. خب 2 ساعتش مطالعه بود. اول از همه بگم که خب
اول از همه بگم که واقعا آرزوهام و این کار باعث شد که دونه دونه تیک بزنم. واقعا خیلی چیز باحالیه. من الان به فرض مثال میخواست برم از بابام پول بگیرم، یا به فرض مثال برم خیلی سخت‌تر کار کنم، مثلا سخت‌تر من کار کنم، منظورم اینه که تایم بیشتری رو بذارم واسه کار که این پول بیاد دستم. رفتم کارگری، درسته یه سری چیزها رو از دست دادم، سلامت بدنم رو تا حدی از دست دادم. کارگری اونطوری نیست که بگی خب اوکی بزرگش هم نکنم، خیلی بزرگش هم نکنم، ولی کارگری واقعا آدمو فرسوده میکنه. یعنی پول جوونی تو داری میخوری، یعنی پول فروش جوونیت، یعنی جوونیت داری میدی به فنا، پول اونو داری میخوری. اینطوری بهتون بگم. اول از همه چیزهایی که خط زدم بتونم روزی 1 تا 2 ساعت مطالعه داشته باشم. واقعا خیلی خوب بود. کتابایی که خوندم چیز بود، اول کدام یک، اولین نفری که در نهایت میمیرد، اینو اول خوندم. دومین کتابی که خوندم کافکا بود، نه واسه ببینم چی بود، مفکر صدق هدایت بود کتابی که خوندم. من چند وقت کتاب نرفتم سمتش، خیلی خستم، چه از نظر روانی چه از نظر جسمی، واقعا خیلی خستم. اینو تونستم خط، جالبه تا حالا خطش هم نزدم، فقط دلم بود بیام جلو ویدیو خط بزنم که مثلا چند وقتی که خودم نگاه ویدیو میکنم خودم هم عشق کنم. میگیری چی میگم؟ بعد هدف بعدیم خرید قلم برای کامپیوتر. واو، گرفتن دیپلم. بچه اینو بگم، من معدل دیپلمم شد 8. اینجا نوشتم گرفتن دیپلم، من معدل دیپلمم شد 8. یعنی بریم نگاه کنی بالاترین نمرم شاید 10 باشه، شاید 9 باشه. یعنی واقعا بالاترین نمره اصلا قبولی نداشتم. اصلا من رشتم ریاضی فیزیک مدرسه نمونه دولتی هم هستم، خب یه دونه شونم قبول نشدم. معدل دیپلم نه، معدل 12 هم شد 8. باور نمیدونم میفهمید یا نه، ولی من کلا معدل نمیدونم چجوری بگم، معدل خیلی فاجعه است بشه 8. و معدلم شد 8 بماند، هر چی شد. کنکور بدم بچه. اگه من اندازه چی بگم الان، من اگه هم اندازه ترازم عمر کنم، از یه سگ عمرم کمتره. سگ 13 سال عمر میکنه. اگه من بخوام قد ترازم فقط عمر کنم، تراز کنکورم، واقعا از سگم کمتر عمر میکنم. تراز من شد 4900، 4092 شد، 4092 ماشاءالله. تو یکی از ادیتا بود، یکی به هم گفت این چیه دستت؟ این بود، گفت این چیه دستت؟ اگه یادتون باشه من موسرم بلند بود، بعد اینم تا الان بسته بودم انگشتم، نمیدونم میبندم انگشتم که یه سری کارها اساسا یادم نره، مثلا الان کارمو انجام دادم نیازی بهش ندارم. گفت اون چیه بستی دستت؟ اگه یادتون باشه من موسرم بلند بود، من میرفتم مثلا پشت کامپیوتر یه کاری داشتم موسرمو میبستم، سر همین بود که مثلا کش داشتم. یعنی خبری نیست از اون دسته افرادی نیستم وای برم بیرون نه، درسته. میانگین مسافتی که من طی میکنم در طول روز 18 کیلومتر، یعنی دفعه از من 18 کیلومتر راه میرم، یه دفعه از مثلا 3 کیلومتر راه میرم در طول روز. خیلی به راه رفتن علاقه دارم، خیلی به راه رفتن علاقه دارم. اکثر اوقات تنهایی راه میرم، یعنی اصلا کسی نیستم که بگم وای ببین اون چه، بریم دوست بازی، نه رفیق بازی مثلا قلیون بکشیم، نه. واقعا اکثر اوقات من دارم تنهایی سپر میکنم. واقعا از تنها بودن بیشتر لذت میبرم تا اینکه 4 تا کسخل دورت باشن. بذار چیز کنم، سانسور کنم. واقعا تنهایی بهتر از اینکه چند تا اسکل دورت باشن. واقعا من اینجوریم. و اینکه فقط یه ویدیو گرفتم بگم آقا در آینده قرار انیمیشنام رو درست کنم و خواستم بگم آقا زنده‌ام